هی پرشین روز، یا بهتره بگم پرشین موز. تو بخوای رابطه دو نفر رو به هم بزنی، اول بهتره کسایی که رابطه مامان بابا تو به هم زدن رو پیدا کنی. از کانتنت بقیه حرف نزن، تویی که تا 10 سال نه از کانتنت بقیه حرف نزن. تو تهش بتونی دوست دختر قبلی روحایی تو ویدیوات رست کنی. میدونی چیه؟ به تو نباید فوش داد، چون تو فوشاتو خوردی. اون موقعی که تا اسم تو هر کی میشنید بهت فوش ناموس میداد و یادت نره پرشین رست. میدونی چیه؟ فکر کنم لیست فوشای ناموسی که خوردی دیگه پر شده. آمین که تنگونه بد باچار. هی علی پرشین رست، تو بهتره ویدیوهای رست تخمیت با ادیت کیری تو ادامه میدادی. بهتر بود همون ادیت های کیری و رست تخمی بیمزه تو ادامه میدادی. میدونستی با ادیت کیری که بلدی چنل داره دید میشه، وقت همین شروع کردی به خایمالی اینو اون. حروم زاد. ببخشید نباید فوش میدادم. گوش کن، تو فقط یه تخم جنی که تا 10 سال پشت ماسک خودتو قایم میکردی. هونی چجوری پشت این ماسک قایم میشدی؟ گرمت نمیشد؟ و در آخرم باید بگم که آره چاقال، کی تو رو اصلا تو کامیونیتی راه داده ها؟ خوبی؟ داداش باید بدی خود تو برد پاشی با این چنلت بده. من 5 سال پیشم میدونستم که چنلت بالاخره میمیره ها. تو همین فهمیدی نشور کردی بونیم. نه بس دیگه بابا، فقط کسشر میسازی، فقط کسشر ادیتای تخمی. فهمیدی حیوان پلش بیفطرت. گوش کن، تو فقط یه احمقی، ریدم تو چنلت. زلا منتظر ساختن ویدیو معذرت خواهیت هستم. بونی حواسم نبود. بیا پایین بیا پایین بیا پایین. ببین ولی خودتو اذیت نکن، چون دیگه هیچ وقت قرار نیست مثل سابق باهات رفتار شه. به نظرم بهتره جای دوربین رو تغییر بدم. ببین کونی یه لحظه، ببین نرومی. اوه فاک. هی پسر اینجا خیلی تنگه. خداییش با اون ماسک و قیافه کلید واقعا مثل اوبیا بودی. نمیدونم چجوری اون موقع اون اکس روبیکایی تو زده بودی، ولی حتی میتونم بگم که لیاقت اونم حتی از توی اوبی بیشتر. اوه چه زاویه تخمیه. نظرم عوض شد. گوش کن عوضی، من آخه چی بهت بگم اوبی. ای وای من یکم کوتاهم. چیان روست، چیان روست اوبیه. چیان روست اوبیه. چیان روست اوبیه. بستانت دیگه هر رو میولمون کن ناموسن. دنگ برو بچم توفت.